مسلمان ناامید نمی شود. مسلمان هرگز امیدش را از دست نمی دهد، چرا که خدای مسلمان برای مسلمان فرمان داده که تو ناامید مشو، گشایش به دست من خداست. من دروازه ها رو باز می کنم، گشایش به در رحمت و دریچه رحمت از سوی من به طرف تو باز می شود. تو مسلمانی، تو مؤمنی. ناامیدی با مسلمان همخوانی ندارد. ما نباید ناامید باشیم، امید داشته باشیم به لطف و عنایت پروردگار ما. اینجا الله برای ما امید میدهد. ای مسلمان، امید داشته باش به پروردگار خود، امید داشته باش به خدایی که به اون نیاز داری. من یقین دارم که در چنین شرایط سخت غیر از دامن خدا، غیر از که انسان دامن خدا را بگیرد و در بزنه دروازه خدا را، خدای آمدم بنده خدا رو به آغوش رحمت میگیری یا نمیگیری؟ خدایا با امید آمدم، ای اللهی که در درون قلب من مرکز ایمان هست، با امید آمدم مهمان خانه تو شدم. ای الله، خدا میگه ای بنده من ناامید نشو. خدا جواد مطلق هست، خدا بخشنده مطلق هست، خدا با کرم مطلق هست، خدا ارحم الراحمین هست. وقت مادر نگذار فرزندش درد بکشه و رنج بکشه و علم داشته باشد، خدا از مادر خیلی مهربان تر است. ارحم الراحمین پروردگار عالم، جواد مطلق پروردگار عالم. اگر روزی دیدی خدا نعمتی از نعمتهایت را گرفته، یقین کن که برایت نعمت بالاتری میدهد. تو امید داشته باش به ذات پروردگار عالم. خدا بندگان خود را رها نمی کند. امید داشته باش، قلب خود را روشن بگیر، بگو بعد از این تاریکی روشنی می آید. دریچه و روزنه امید از طرف خدا باز می شود. تو به این فضل و رحمت خدا امید داشته باش. تو خدا را داری مسلمان. کسی که خدا را داشت نمی هراسد، کسی که خدا در درون سینه‌اش بود از هیچی نمی ترسد. خداست در این سینه تو، خداست در این قلب تو، پس از هیچی نترس. با خدای خود اعتماد و باور بکن، با خدای خود توکل بکن و بدان که خدا وعده خلاف نیست. خدا هرگز وعده خود را زیر پا نمیزند. تو دامن خدا را بگیر، خدا تو را رها نمی کند. تو خدا را یاد کن، خدا تو را فراموش نمی کند. تو دروازه خدا را بزن، خدا درها را بسته نمی کند. تو باور به خدا داشته باش، خدا باور تو را، امید تو را ناامید نمی کند. تو چنگ بر اسمان خدا بزن، خدا رحمتش را از تو نمی گیرد. این وعده پروردگار مهربان توست. خدا جواد مطلق هست، دوست نداره از الله ناامید بشی. خدا میگه انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. از خدا ناامید نمیشوند مگر قوم کافر. اونها از خدا ناامید میشوند. تو که مسلمان هستی، تو از کی ناامید میشی؟ در هنگام سختی ها
مؤمن امید به گشایش پروردگار عالم دارد. فإن مع العسر یسرا، این مع العسر یسرا، یقینا همراه سختی ها آسانی ها می آید، گشایش می آید. باز رحمت خدا بر سر بندگانش موج می زند. خدا اگر ویروس را آورده و هم به تقصیر گناهان بنی آدم، به تقصیر عمل کرده بنی آدم، خدا برای تو مژده می دهد بعد از سختی آسونی می آید، بعد از غم و درد و رنج و مصیبت و مشکلات فراوانی ها می آید. خدا میگه من مشکل تو بر می دارم. این مع العسر یسرا، همراه سختی آسونی می آید. خدا میگه به من امید داشته باش، در درون از امواج غمها و مصیبت ها دست تو را میگیره. تو به من امید داشته باش. وقتی ناامید شدی از هر طرف درها بسته شد، دروازه بر در بزن. من دروازه خود را نمیبندم، باز هست و دست تو را میگیرم. من میگیرم. خدا، مسلمان که خدا را دارد از هیچ کس نمیترسد، نمیهراسد. با خدای خود راز و نیاز بکن. خدا ناز بندگان خود را به زمین نمیزند. ناز بکن. اگر یک فرزند پیش مادر ناز کند، پدر و مادر ناز فرزند را میپذیرند، او را با آغوش میگیرند. تو اگر به خدا ناز بکنی، خدا تو را رها نمی کند. تو اگر از درون قلب، از درون سینه خدا را بخوانی، خدا تو را رها نمی کند. خدا خیلی دوست داره بندش ناز کنه با پروردگار. یالا چه مصیبت ها می آید. ولقد ارسلنا الی امم من قبلک. خدا میگه من پیامبران را فرستادم به امتهای پیشین. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. اونها را به مشکلات و مصیبت ها و آفات گرفتار کردم تا به سوی خدا تضرع و زاری بکنن، تا از خدا غافل نشوند. و من برای شما مسلمان ها بگم تا بندگان با خدای خود ناز بکنن. این دست ریت بالا بکنی به حضور خدا، ناز بکنی. بگی خدایا بی کسم، خدایا بیچاره‌ام، خدایا جز هیچ کسر ندارم. ای الله این دستای من تو نگیری کی میگیرد؟ ای الله تو خدایی، تو کریمی، تو بخشنده‌ای، تو در قلب مایی. با خدای خود ناز بکنید. یقین داشته باشید. من یقین دارم که خدا ناز ما و تو را میخرد. مسلمان ها وحشت نیفتید. مسلمان ها به هراس نباشید. خدا را شما دارید. این قلب شما محبت خدا و عشق خداست. از چی میترسید؟